سلام بر همه. امروز تصمیم دارم کباب دیگی از مرغ آماده بسازیم و ما مرغا را قطع کردیم به می شکل ششته میشون که خشک شده، تقریبا خشک هستن او ندارن. و مساله ها هر نوع مساله که شما خودتان خوش دارین میتونین اضافه کنین و ما چند مساله را میخوایم. من میشه دیگه استفاده میکنم، مساله های خود استفاده میکنم، همراه سیر و پودر سیر و سیر تازه و 4 گلاس ماست. همشون خوب مخلوط میکنیم، مکسشون میکنیم برای 10 الی 15 دقیقه که خوب مکس شوند. ماست همراه مساله که همراه مرغ خوب مکس شوند. بعد از 2 ساعت ما سر آتش میگذارمش و روغن به قدر ضرورت که خودتون میخواین استفاده میکنین و به مو شکل میبینین که گوشت ما خوب نرم میشه. وقتی که چک کردین که نرم شده بود، اگر سخت بود میتونین 1 گلاس آب ماست دیگه اضافه کنین. آب ضرورت نیست به می کباب ما. و مرچ تازه رو به اینمی حالت که میرسه میتونین استفاده کنین. مرچ تازه طعمش بسیار خوب میسازه. و ما اینجا میبینم که گوشت صحیح نرم شده، ضرورت دیگه نداره که دیگه ماست اضافه کنم. دیگه ما اینجا یک کم نانای خشک دروش اضافه میکنم، بسیار یک بوی عطر خوب میکشه. اگر دیگه خودم اینجا دم میتونم بر 2 دقیقه. بعد از اون نوش جان. وقت خوش داشته باشین. خداحافظ.